میکنم که لزوماً نباید مردم همیشه توی خیابون‌ها در صحنه تظاهرات و اعتراض باشن. روز دیگه احتیاجی به این نیست. سالگرد مهسا رو پشت سر گذاشتیم، اما نیازی ندیدیم مردم رو به خیابون‌ها دعوت کنیم. کسانی هم که توی اپوزیشن این روزها دارن مردم رو به خیابون‌ها دعوت میکنن، به عقیده من برای خودنمایی خودشونه، چون واقعا نیازی به حضور مردم امروز توی خیابون نیست. امروز اگر شما میخواهید برنده بشید، اول باید پاکسازی کنید خارج از کشور. خارج از کشور یک جمهوری اسلامی در تبعید بود. اینقدر دلتون رو به این دلقک‌های سیاسی خوش نکنید. ما سالهاست میگیم گنجی بازی کردید، حالا مسیح بازی میکنید. فردا نمیدونم نوریزاد، خزعلی، تاجزاده یا آقایی هست تو زندان میگه من جزء هیئت مذاکره کننده بودم، از زندان چپ رو تحلیل مینویسه، تحاشی میکنه، هیچ کسی حقشو نمیگیره. نگذارید ما رو به عنوان هالوهای سیاسی در تاریخ بشناسن.